هلو گایز، السلام علیکم. امیدوارم خوب باشین، جور باشین، در هر جا هستین زندگی خوش داشته باشین. صبح تمام شما بخیر، انشالله که تمام شما خوش و خوشحال باشین. امروز مو نظر داشتی که سر صبح ما بیدار شدم که آب مدر و گوشت نشوشتک کم شوشته شده دک بس قدرش مندد یا ایشرم درو مکدد دیگه. شما هم امی طرق از مو باشین که ما چیز پخته منی اور چیز کارا کدنیه. امیدوار دیگه تا آخر بیننده باشین. ویدیو رو هم ضرور لایک کنین. اینجا پیشی هم دیگه جیغ بدر شد که ما را هم بیدین، لیکن از این بیچاره تبالی دور بده گفته که بوشی ازوبات چی پرچورش را او بخوره. ای هم از این آلوایشی که یکمش پست شده دک باقیش را ما آوردم که پست کنم که پخته شونن دیگه. خب عزیزان، آلوهای ما هم که پست شده، یعنی قصرا کچیره جمع شده بس اویشرم شده رفتم تیاب کردم که یکم فرش شنه. باز مادی ما بینی دیگ رو قنچیشه همونی که گشته سخکنی دیگه دیگ کدو شروع کنی که از زیاد شید بس لیت میشه. گوشت را هم شوشتی آورده نمک زده اشتی و دبی شیر خشک را که من کردین و هم از این نمک است دیگه. مو همه دسی فامیلی است که ما بینی از دبی که ارسیز است و چیز را هیچ وقت ملاو نمیشه. خب اینجا گوشت ما هم یعنی قصرایشی سرخ شده. ما رفتم خانه را جمع کردم ماشین کردم بازم امادم که گوشت را هم سرخ کردم. اینجا آلو هم اشتدک در ما بین دیگ دو دانه دیگ که اینا هم آجوش شونه. بس ایم ظرفا که زلماری بدر کردی شوشتی آوردی اینجی اشتکی اینا هم خشک شنه. تمام چیز تیار شنه برای شو.
بزم گوشتا هم ختم شد. این همواری پیاشی که ما شورده دو آمده بم بزم گفتم ده اشی ما هم نشان بدم. ایشم از نانی چشت امی آسان رو دیگه گوشت تیار، پیاز تیار، تمرش تیار رو برگرفتی، شوربه جور کردی. خب دیگه ایشم باری نان بخوری. شما هم بجور تاخر بینیده باشین که دیگه امروز چیز کارایش منده، چیز کارایش شده و امی تبدیل تا آخر باشه. دیگر هم دیگه پیاز سرخ شده، تمام چیزایش میکس کردک. اینجا هم انو گوشتا را ما بنجی شو مکده که جوش بخوره. دیگه نزدیکی شو شد پیشین بودک تمایی 6 آفت بجا که دیگه تمام چیز را تیار کنی که شاوم میمانه ماه. هر کسایی که برای امشاونیه جایش ما زیاد خالی. اینی قصرا گوشتش منده که اینا رم دانه دانه بلیشی انداز منه. ما هم رفتم درفی تیار شده که ایم بود از این کلایمه. شما هم بگین که ما چطور معلوم باشم. دیگه کلای خود مکوک کدوم. خب عزیزان صبح بخیر. شب هم ختم شد. تک ما شد اپنی مانای مومد فول زیاد رش شد. بس امروز خاطر دیگه ایچ ویدیو نتونستم. بس ما هم خدمت کردی فول دیر شده تا 12 بجه را بودی. فول زیاد منده شدی. بس امروز دیگه رفتی خواب کردی. یعنی هم است صبح شد که کن دیر والش که گیس رفته. بلی ازی الان گفتم چای جور کنم. شیر چای. بس دیگه اینجا تخم بخته کدوم خبر نیوم که خوبشه یا که خوبشه نیه ویشه را دیگه شما بگین. بس هم دیگه میتر تاخکن دیگه شیر ما برشته که ما بین زی چیز بود انتر که وزن کردیم خود شیری کنیم پلاستیک وزن آلی این مثل مطلب مو بوتلی تیم والا انتر من کشکن وزن شد یک ما متمنی دیگه تمام دنیا اپدیت ما را میگن سبسکرایبر بدید کلو سبسکرایبر بدید که ما 100 شونه بس 200 شونه بس 500 شونه ولی 1000 برسه انشالله که ما هم اپدیت شد جلدی سبسکرایب کنیم. جور شد دیگه که شرف های دلشی انداز کنم که یک بار چیز کار بشک بسم الله. عزیزان چای ما هم جور شد. موری دیگه طرفی چای خوردم. امیدوارم از ولاگ ما خوش ممده شه. یک لایک سبسکرایب ویدیو را قطع عزیزان خواهم شیر کنین دیگه انشالله نسل تمامی قبول باشه از ما هم دنیایش دیگه تا دیگه ویدیو را شما در لایک پاک میسپارم دیگه. خداحافظ.